بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإمامة إن بابي إمامت هست. گرچه که ما امامت نمیکنیم اما علمی تمام ابواب فقهی تمام ابواب علم را آموختن ضروری هست برای هر طالب علم. برای آن که شما مادر هستید، مادر میشوید باذن الله، در آینده میتوانید به پسران خود بیاموزانید، میتوانید حاضر به شوهران خود بیاموزانید اگر نفهمند، اگر سوال داشته باشند، میتوانید که به یعنی اهل عائله که مرد هست میتوانید به آنها بیاموزانید، پدر، بابا، تقوی، امکی، به اینها میتوانید بیاموزانید. برای همین چطوری که برای مردها هم علم حیض و نفاس و غیره را آموختن ضروری هست تا اینکه به زنهای خود، دختران خود کمک کرده توانند، همین خیلی هم برعکس. برای همین خوب متوجه شوید. و البته بعضی قانونهایی هست که برای مقتدی گفته می شود، برای مقتدی می باشد و ما اقتدا می کنیم. ما در جماعت بعضا نماز می خونیم. برای همین آگاه بودن از این قاعده و قانون ها مهم هست. مؤلف می گوید هی افضل من الاذان، یعنی امامت کردن این یک مقامی، یک فضیلتی بزرگتر هست از اذان دادن. والصلاة بالجماعة سنة مؤكدة للرجال الأحرار القادرين عليها بلا عذر. صلاتی یعنی نماز جماعت سنتی مؤکده هست، سنتی تأکید شده هست برای مردانی آزاد که قادر هستند بر آن، یعنی که عذری ندارند، قدرت دارند، توانایی دارند بر آن بی عذر. وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء 6 أشياء. شرط های صحت امامت. خوب توجه کنید. بعضی شما میگن که ترجمه کردن مشکل هست. خودی همین کلمه ها رو به فارسی، به تلفظ فارسی اگر گردانید الکی میفهمید که جمله درباره چی است. اگر مسئله را بدونید ترجمه کردنش آسان می شود. من در همینجا چی گفتم؟ شرط های صحت امامت. 3 کلمه رو من ترجمه حتی نکردم، همون کلمه ها رو به فارسی استفاده کردم. برای همین متوجه شوید به متن عربی توجه دهید. تنها مسئله رو دانستن به زبان تاجیکی کفایه نمی کند. برای مردهای صحیح، یعنی که برای مردهای سالم 6 چیز می باشد. یعنی 6 شرط هست، شرایط هست برای مردهایی که سالم هستن یا برای مردها برای یعنی حاضر شدن به نماز جماعت. یکم الاسلام، مسلمان بودن. والبلوغ، بالغ بودن، به بلاغت رسیدن. یعنی این معنای آن را ندارد کسی بالغ نباشد اجازت ندارد. البته خوب هست برای تربیت اولاد از خردی پسرها رو به جماعت بردن، اما برای آنها سنت مؤکده نیست، یعنی ضروری نیست رفتن. والعقل، البته با عقل سالم داشتن. و الذکورة، مرد بودن. البته در اینجا الکی گفتگی هست که برای مردان، اما این را همچون شرط هم در اینجا ذکر کرده است برای مردها. ذکور، مرد بودن. والقراءه، یعنی که کی میتواند که امام باشد؟ کسی که مسلمان هست، کسی که بالغ هست، عاقل هست، مرد هست و توانایی قرائت کردن رو دارد. یعنی این شرط های امامت کردن هست، شرط های امام بودن هست. خب نه فقط نه حاضر شدن به جماعت، خب امامت کردن، مردم رو در نماز امامت کردن. و ششم و سلامت من الاعذار، و سلامتی داشتن، سالم بودن از عذرها. كالرعاف والفأة والتمتمة واللثغ. خب به مانند عذرها و چند عذر رو در اینجا ذکر میکند امام شروم بلالی. به مانند رعاف رو باید الکی بدانید. وقتی که از بینی خون میریزد، خون جاری هست دائم یا خیلی زیاد جاری میشود به فاصله دراز، خب یعنی که از بینیش خون ریزی دارد، طهارتش دائم یا میشکند یا اینکه معذور میشود.
این یک عذر هست برای امامت نکردن. والفأفأتی، فأفأ چیست؟ فأفأ تمتمه لثغ با هم دیگر مانندی دارند. فأفأ یعنی که وقتی که انسان در گفتارش کم ترک مشکلات داشته باشد به این، یعنی گفتاری که یعنی چی خیلی گویم به زبان تاجیکی، اگر خودتان بدانید این ترجمه های خوب برای این کلمه های برای این حالت ها نویسید انشاءالله. وقتی که انسان برای گپ زدن مشکلات دارد و پیش پای میخرد، توک دارد، به فکرم توک زبان میگویند. خوب. و تمتمه این رو وقتی که انسان ناروشن صحبت میکند، بمبروغ گفتن، به فکرم این یک طرزی ترجمه هست. خب فأفأ وقتی که انسان مثلا در وقتی گپ زدن زبانش رست می شود، زبانش قندی حس می کند، مثلا پیشپایی می خورد. تمتمه وقتی که ناروشن گپ می زند. خب و لثغ وقتی که زبانش لغزش دارد در تلفظ. لطفگری گرفتم از یک لغت، مخصوصا برای حرف ث و غین مشکلات دارد. کسایی که مثلا سین رو همچون ث تلفظ میکنند، صحت میگویند، مثلا سلام، این رو لثغ گفته می شود. فهمیدید؟ یعنی که فأفأ تمتمه لثغ سه نوعی مشکلات در گپزنی هست، در تلفظ هست و من فرق بین اینها رو کوشش کردم که به شما فهمونم. یکمش فأفأ وقتی که رس میماند، زبانش زبانی برو ندارد. تمتمه وقتی که گپ میزند اما بعضی ها میگوین به تگ بینیش گپ میزند یا یعنی روشن گپ نمیزند، چیزی میگوید زیر در تگ بینیش چیزی میگوید، یعنی سخنش روشن نیست. و لثغ وقتی که ث رو خوب تلفظ کردن نمیتوند، سین رو وقتی که خوب تلفظ کردن نمیتوند، با ث آمیخته میسوزد، یا را را با غین آمیخته میسوزد. و فقد شرط كطهارة و ستر عورة، و گم کردنی یا نداشتن یکی از شرط ها به مانند طهارت یا اینکه ستر عورت، یعنی که برای امامت کردن و امام بودن تمام این شرط ها باید پورا باشد. و شروط صحة الاقتداء 14 شيئا، و شرط های صحت اقتدا کردن 14 چیز می باشد، یعنی که پیروی کردن از امام. یکم نیت المقتدی المتابعة مقارنة لتحریمته، نیت مقتدی یا مأموم که میگویم، نیت مقتدی متابعت کردن، پیروی کردن از امامش با تکبیر تحریمه که همزمانی امامش باشد. مقارنه یعنی که همزمان باشد، پای در پای باشد یا در یک وقت باشد با تکبیر تحریمه امامش، که این رو ما علاقه گذاشتیم. یکم چیز چی مهم است؟ نیت مقتدی متابعت کردن و هنگامی که تحریمه رو میگوید باید با امامش تحریمه رو بگوید. دوم و نیت الرجل الامامه شرط لصحة اقتداء النساء به. در اینجا یک نقطه رو واضح میسازد، میگوید که نیت امام یا نیت مردی که امام هست، نیت کردن مرد امامت یعنی امامت زنها شرط هست برای صحت اقتدا کردن زنها از او. یعنی اگر از پس یک امام زنها اقتدا میکنن، پیروی میکنن در نماز، امام باید که در نیتش آنها را هم در بر بگیرد، آنها را هم باید نیت کند. و تقدم الامام بعقبه عن المأموم، تقدم الامام بعقبه این چی معنی دارد؟ یعنی که امام باید که پیش باشد، قدمش و پشتش باید پیشتر باشد از مأموم. پشت امام باید از مأموم تقدیم داشته باشد، پیشتر باشد. و بعداً و الا یکون ادنا حالا من المأموم، و باید که از نگاه حالتش باید کمتر نباشد.
در حالت کمتر یا پستر از مأموم نباشد. چگونه؟ در اینجا بعضی مثال ها ما تحت همین داخل می شود. هیچ وقت باید امام از مقتدی در حالت پستر نباشد از جهت نمازی که ادا می کند. مثلا ولا مصلیا فرضا غیر فرضه، باید در این حالت نباشد که امام یا مقتدی می توانیم بگوییم نمازی را ادا کند، نماز فرضی را ادا کند که نمازی فرضی امام نباشد. یعنی که نمازی فرضی که مقتدی ادا می کند باید همان نمازی باشد که امامش نیت دارد و برعکس. خب یعنی که مقتدی باید همان نماز فرضی را خواند که امامش همان نماز را نیت کرده است. شاید شما سوال کنید که چگونه در یک وقت میتواند که دو نماز فرض خوانده شود؟ البته اگر یکیشون اگر نماز فرضی را همچون قضا خواند، یکیش یک نیت را میکند مثلا قضای ظهر میگوید و یکیش نمازی همان وقت را یعنی عصر را نیت میکند، این جایز نیست. حالتهای آنها مختلف شد. همان نمازی که امام نیت میکند و میخواند همان نماز باید از مقتدی باشد یا در نیت مقتدی باشد. ولا مقیما لمسافر بعد الوقت فی رباعیه، میگوید که و مقیم نمیتواند که مسافر را چی کند؟ امامت کند بعد از وقتش، یعنی بعد از وقت نماز در نمازی 4 رکعته. و این چنین ولا مسبوقا، یعنی که از پس مسبوق کسی نمیتواند اقتدا کند. مسبوق خودش پسماند هست. حالا که شما مسبوق رو میدانید، آگاه هستید از این کلمه. اگر مسبوق بعد از امامی که اول داشت اگر خیزد و نماز خود را ادامه دهد، کسی نمیتواند که از پس مسبوق آمده نماز خود را بخواند. مسبوق نمیتواند که هم مسبوق باشد و امام باشد. فهمیدید؟ پس این بعضی مثال های شد که حالت مقتدی و امام فرق کرد. و الا یفصل بین الامام والمأموم صف من النساء. یک شرط دیگری اقتدا یا جماعت گویم این است که باید فاصله نشود، فاصله نباشد بین امام و مأمون یک صف از زنها. باید فاصله نکند، باید جدا نکند بین امام و مقتدی یک صف زنان، بلکه زنها باید از همه در آخر بیایند در جماعت، در صفهای جماعت که انشالله یک بخشی خودش رو دارد. و این چنین چی باید قطع نکند یا از بین باید نبرد یا اینکه از بین نآید. ولا نهر یمر فیه الزورق. و این چنین بین امام و مأموم نباید نهر باشد که زورق یعنی یک کشتی خرد رو در نظر داریم، قایق خرد رو در نظر داریم، باید یک زورق خرد در آن جریان نکند. یعنی نهری نباشد که در آن یک کشتی خرد تواند که جریان کند یا گذرد بین امام و مقتدی. از کشتی عموما کلانتر می باشد. وقتی که کشتی خرد هست به زبان تاجیکی چی گفته می شود؟ قایق گفته می شود. نویسین. ولا طریق تمر فیه العجلة. و این چنین باید راه نباشد بین امام و مقتدی که عجله یعنی عربه در آن گذرد. لودکا بروسی لودکا می شود. خب قایق. بله. 11 ولا حائط یشتبه معه العلم بانتقالات الامام. و این چنین بین امام و مقتدی نباید حائط باشد، یعنی دیواری باید نباشد که از سبب همین دیوار علم یعنی دانش یا فهمیش مقتدی، کسانی که مقتدی میکنن اقتدا میکنن، فهمیش آنها مشتبه شود، یعنی که آنها در غلط فهمی افتند یا اینکه نفهمند، برای آنها نافهمو شود حرکت های امام. خب باید بین آنها دیواری نباشد که از سبب همین دیوار حرکت ها و انتقالات، یعنی که حرکت هایی که امام میکند
بر کسانی که پس از او میخوانند مشتبه شود، نافهمو شود. اما اگر نافهمو نشود، یعنی که دیوار پست باشد، مثلا یا دیوار شاید شکاف باشد، در دیوار تریزه باشد یا فاصله باشد در بعض جایهای دیوار که از سبب همین تریزه ها حرکت های امام معلوم شود، یا اینکه از سبب صدای امام، یا اینکه از سبب دیگر میدانید صدای امام، تکبیرات امام اگر نافهمو نباشد باکی ندارد. برای همین امام شورانبولاری میگوید که فإن لم یشتبه، اگر فهمیشی یا دانستن حرکت های امام بر مقتدیان اگر مشتبه نگردد، یعنی که نافهمو نگردد، از سبب شنیدن یا اینکه دیدن از سوراخی های دیوار میبینند و غیره، یا تریزه های دیوار میبینند، باکی ندارد. صح الاقتداء فی الصحیح، صحیح میگردد، صحیح هست اقتدا کردن در این حالت طبق قول صحیح. دیگر میگوید و الا یکون الامام راکبا والمقتدی راجلا. بعض دیگر مثال هایی که در اینجا حالت امام و مقتدی فرق میکند و امامت در این حالت درست نمی شود. میگوید که امام باید سوار نباشد و مقتدی سری پای باشد. راجلا از رجل هست، یعنی با پای را گشتن، با پای رفتن. در حالتی امام نباید در حالتی سوار شدن باشد و مقتدی سری پای باشد، یا اینکه بالای یک سواری سوار شده باشد که سواری امامش نباشد. یعنی که این کدام صحنه را باقی میماند؟ هر دویشون باید بالای یک سواری باشند، یا اینکه هر دویشون باید سوار نباشند. و الا یکون فی سفینه، و این چنین امام باید در یک کشتی نباشد یا قایقی نباشد، و مقتدی باید در یک قایق نباشد یا کشتی نباشد و امام در یک کشتی دیگر باشد. غیر مقترنه بها، کشتی که با کشتی امامش چسبیده نباشد، یا اینکه چسبیده شده پای هم، وقتی که دو کشتی اگر با هم دیگر با یک طریقه اگر چسبیده باشد یا با یک زنجیری مثلا محکم شدگی باشند، با هم پای هم روند، این درست است. اما اگر دو کشتی جدا باشد، مقتدی که در یک کشتی دیگر باشد نمیتواند از امامی که در کشتی دیگر هست اقتدا کند، و این به مانند همان بین آنها نهر بودن هم داخل می شود. و این چنین میگوید و الا یعلم المقتدی من حال امامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم او قیء لم يعد بعده وضوءه. اینش هم مهم هست. چی یک دیگر چیز امامت را نادرست می سازد، باید مقتدی از حال امامش اینگونه یک چیزی را نفهمد یا نداند که مفسد باشد، باطل کننده طهارتش باشد یا نمازش باشد، طبق اعتقاد مأموم. یک بار دیگر میگویم، مأموم نباید بداند که امام عملی را انجام داده است که به اعتقاد او نماز را باطل میکند، مثلی که خروجی دمین، مثلی برآمدن خون یا قیء کردن، پرتافتن، یعنی لم یعد که پس از این عملها طهارتش را امام دوباره انجام نداده باشد. خب این چی معنا دارد؟ مثلا اگر عموما امام می آید نماز را قائم می کند و مقتدیان از پسش می خوانند، اما فرض کنیم که این گونه یک صحنه هست، یک حالت هست که تنها یک مقتدی می بیند، از تریزه می بیند، در تنهایی می بیند، والله اعلم، فرق نمی کند صحنه چگونه هست، اما می بیند که امام دستش را برید مثلا
و بعد از آن با او ایستاد یا او را زیر نظارت گرفت و دید که طهارتش رو دوباره نکرد و امامت کرد. چون که از این عمل امام با خبر هست مقتدی، امامت و اقتدا کردن از این امام برایش جایز نمیگردد. یا مثلا این شد طبقی فقه حنفی. مثلا شما میدانید، من به شما این مثال رو چندین بار دادگی هستم که طبق فقه حنفی اگر کسی از مثلا دست خود رو برد و خون جاری شود، این طبق فقه حنفی طهارتی همون نفر شکست. اما طبقی مثلا فقه شافعی طهارت نمیشکند. پس اگر یک کسی که طبق فقه حنفی مثلا فقه حنفی رو پیروی میکند، اگر این چیز رو از یک امام شافعی ببیند، باید که پیروی نکند از این گونه امام، چون که به اعتقاد مقتدی، به علمی که مقتدی پیروی میکند یا فتوایی که مقتدی پیروی میکند، او دید که این امام دستش رو برید و طهارت نکرد. خب از این سبب باید اقتدا نکند. اما اگر ندیده باشد این گونه عمل را، بر اساس شک باید شک نکند و بر اساس شک باید اقتدا کردن رو رها نکند. تنها وقتی که میبیند یا اینکه انیق از یک عملی امام با خبر میشود. و بعدا میگوید و صح اقتداء متوضئ بمتیمم. گرچه که بعضی حالتهای اختلافی امام مقتدی رو بیان کرد، در اینجا واضح میسازد که باکی ندارد اگر کسی که وضو گرفته باشد یا وضو کرده باشد از پس متیمم نماز خود را بخواند یا اقتدا کند. یعنی که امام تیمم کردگی باشد و از چندین سبب ها هست، شما میدانید بیماری هست و غیره و غیره. اگر متوضئ کسی که وضو گرفته باشد کردگی باشد، از پسی کسی که تیمم گرفتگی باشد اگر نماز خود را خواند، این صحیح هست، درست هست. و غاسل بماسح، و کسی که پایهای خود را شسته باشد از پسی شخصی که بالای خفینش مسح کردگی باشد، درست هست اقتدای این از پسی این. و قائم بقاعد، و این چونین کسی که قائم باشد یعنی ایستاده باشد میتواند از پسی کسی که نشسته باشد، یا اینکه کسی که احدب باشد یعنی که پشتش خم باشد، پشتی خم داشتگی باشد، میتواند اقتدا کند. باری دیگر کسی که قائم باشد، راستا باشد، از پسی که نشسته نماز را امامت کند یا از پسی امامی که پشتش خم شدگی باشد میتواند نماز خود را بخواند، میتواند پیروی کند، اقتدا کند. و این چونین مومن بمثله، شخصی که با اشاره نماز میخواند باید از پس شخصی که، یا اینکه اگر از پس شخصی که با اشاره نماز میخواند اگر اقتدا کند جایز هست. و متنفل بمفترض، و شخصی که نماز نفل خواهد که بخواند میتواند از پس امامی که نماز فرض میخواند اقتدا کند، چون که در این حالت امام از مقتدی کمتر نشد، پستر نشد. نماز فرض بالاتر هست یا نماز نفل در قوت، البته که نماز فرض. پس اگر امام حالتش قوی تر باشد، چون که نماز فرض را ادا میکند، مقتدی میتواند که یک نمازی را بخواند که در قوت پستر باشد یا کمتر باشد، که نماز نفل می باشد. فرض کنیم که اگر کسی نماز ظهر خود را خواندگی باشد، شاید گمان کند که در اینجا مسجد نیست یا جماعت نیست، بعد مسجدی را پیدا کند و داخل شود که ببیند در آنجا جماعت هست، می تواند که در جماعت داخل شود و دوباره ظهر خود را تکرار نکند، بلکه دوباره داخل شود، به جماعت داخل شود با نیتی نماز نفل. از پس امام می تواند نماز خود را ادا کند. و این ظهر بطلان صلاة امامه اعاده، اگر ظاهر شود یعنی معلوم شود که نماز امام باطل شد، یعنی در اینجا کلمه ها چگونه با کدام ترتیب آمده است. اگر معلوم شود بطلانی یعنی که باطل شدنی یا باطل بودنی
نماز امامش اعاده، مأموم باید که نمازش رو تکرار کند. و یلزم، مثلا پس از نماز اگر امام گوید که بخشش من فراموش کردم، طهارت نکردم، این یک حالت عمومی هست، یک حالت آسان هست که مقتدی باید البته که نمازش رو تکرار کند، اعاده کند. و یلزم الامام اعلام القوم باعاده صلاتهم بالقدر الممکن فی المختار. و لازم هست، ضروری هست، امام وظیفه دار هست که اعلام خبردار کند، آگاه کند قوم را، یعنی مردم را، مقتدیان را، با اعاده کردن نمازشان تا قدر امکانش طبقی قولی مختار، یعنی طبقی قولی اختیار شده، طبقی فتوی انتخاب شده. خب شرط نیست که امام اگر یعنی امام اگر یک حالتی خجالت کننده اگر برایش پیش اومده باشد، شرط نیست که باید حالتش را عیانا به مقتدیان بیان کند. تنها حداقل باید به آنها بگوید که یعنی من یا طهارت نداشتم یا من یعنی نماز من قبول نشد، شما نماز خود را تکرار کنید یا اعاده کنید. خب اکنون میگذاریم به یک فصل دیگر. چه چیزها حضور شدن یعنی حاضر شدن به جماعت را از مردان، از سر مرد، از ذمه مرد ساقط می سازد. امام شوربولاری میگوید یسقط، ساقط می سازد حاضر شدن جماعت با یکی از این 18 شیئا، با یکی از این 18 چیز. 18 یکم مطر، بارش یا باران، برد، سردی شدید. باید ما شدید بگوییم برای اون که هوا گرم و خنک شدن میگیرد هر سال. پس در اینجا هدف مؤلف سردی هست که به انسان ضرر میرساند، یا انسان مثلا قدرتی برداشت این سردی رو ندارد یا خطر دارد این سردی. برای همین ما باید سردی شدید که خنوکی شدید، یا انسان خودش جسمش یا اینکه بیمار هست یا اینکه مثلا غریب هست، یگان چیز برای پوشیدن ندارد. خب مقصد این رو ما باید بفهمیم که این تنها در حالتی سخت هست. و خوف، ترس، ظلمه، تاریکی شدید، البته تاریکی که سبب مشکلات یا دشواری یا ضرر شود. نه اینکه تاریکی معمولی که در شب تاریک می شود یا در زمستان تاریک می شود و ما بیرون می رویم چراغ هم هست یا روشنایی ماهتاب هست. این گونه یعنی تاریکی رو در نظر نداریم. و حبسین، اگر انسان در حبس باشد، قید شدگی باشد، ترمه شدگی باشد، بندی باشد. عمى، کوری. فلج، در اینجا 3 کلمه هست که به هم دیگر مانندی دارن: فلج، اقعاد و زمامه. اگر هر 3 اینها رو با یک ترجمه کنید باکی ندارد، اما بین اینها از جهت معنا یعنی فرقیت خاص و عمومی بودن، خاص بودن و عمومی بودن هست. فلج یعنی اینکه به فکرم ما هم فلج میگوییم به زبان تاجیکی، شال شدن. خب چی بعضی وقت پورا انسان فلج می شود و بعضی وقت بعضی عضوهایش فلج می شود. خب نصف بدنش می شود. و قطع، اگر انسان یک عضوش اگر بریده شده باشد. علما میگویند که اگر تنها یک دستش بریده باشد، این از این مرد حضور جماعت را ساقط نمی سازد، یک دست اگر قطع شده باشد. اما اگر یک پای باشد، الکی یک پای و بیشتر سر میکند ساقط کردن جماعت را. و سقام، و بیماری. البته این هم بیماری شدید، بیماری که یعنی به انسان ضرر رساند یا انسان را خیلی ضعیف سازد، بیرون برآمدن و رفتن راه گشتن به جماعت. و اقعاد، گفتن که اقعاد به مانند فلج هست. اقعاد یعنی که اصلا این کلمه از یعنی نشستن، قعود که میگوییم، اقعاد از باب افعال هست، یعنی که یک بیماری که یا یک بیماری که انسان رو مجبور کند به نشستن و انسان رو ناقادر سازد از حرکت کردن یا به حرکت کردن. فهمیدید؟
انسانро аз ҳаракат кардан маҳрум созад. ва ваҳл лой, ё ин ки инсон ҳамин хел замин агар лой бошад ё масалан барфе бошад ки инсонро тарс бидиҳад аз лағзидан ё аз чуртидан. хуб лой сахт бошад ё ин ки барф ё яхи сахт бошад ки инсон натавонад бехатар ҳаракат кардан. замама ба монанди иқъаду фалаҷ ҳаст, яъне ки инсонро вақте ки як беморӣ фаро мегирад ва ӯро инқадар заиф месозад ки ноқодир месозад ба ҳаракат кардан. шайхуха яъне ки вақте ки инсон шайх мешавад, яъне шайх маънояш ё шайха мешавад. албатта шояд шумо одат дошта бошед ки маънои шайху шайха яъне ки устод ё олим, ба ин маъно ҳам албатта истифода мешавад, аммо умуман маънои луғавии шайх яъне ки пирзанӣ ё ин ки пирмардӣ, пир будан. агар инсон хело пир шавад, албатта заиф шавад, аз зимаи мард ҳузури ҷамоат соқит мегардад. ва албатта агар соқит шавад, масалан як рӯз инсон бемор бошад ё як рӯз хунук бошад, ҳамон рӯз соқит мешавад, аммо фардояш ё вақте ки аз беморияш шифо ёфт, дубора албатта ин ҳукм бармегардад ба зимааш. 14 такрори фиқҳин биҷамаатин тафутуҳу. дар ин ҷо имом шурумбуларӣ мегӯяд ки агар инсон ниёз ба омӯзиши фиқ дошта бошад ва ҳамон дарси фиқ, ҳамон ҳалқаи фиқ танҳо дар вақти ҳамон намоз бошад ва дигар чораи надошта бошад, масалан сабти дарсо набошад ё дигар яъне ягон ҳолати дигар, ягон варианти дигар, ягон интихоби дигар набошад, дар ин ҳолат иҷозат дорад ки ба намози ҷамоат ҳузур накунад, балки ба такрори фиқ равад, ки аз сабаби такрор кардани фиқ ё омӯзиши фиқ чӣ шавад? ҷамоаташ фавт шавад. барои он ки фароизи ҳаррӯзаро омӯхтан чӣ ҳаст? илмулҳалро омӯхтан, чӣ тавре ки ман барои шумо гуфтам, ин фарз мебошад. аҳкоми асосиро омӯхтан аз боби намоз, рӯза, закот, фитр, яъне удҳия ва ғайра, тамоми инҳо фарзи айн ҳаст, омӯзиши онҳо лозимӣ ҳаст, илмулҳал ҳисоб мешавад. барои ҳамин дар ин ҷо ин ҳукм гуфта шудааст. ва ҳудури таъамин татуқуҳу нафсуҳу. агар таом ҳозир шавад, ҳузури таом яъне ки таоме ки иштиҳо дошта бошад, агар инсон беҳад гурсна бошад ва агар ба намоз равад, дилаш ба намозаш таваҷҷӯҳ намекунад, балки дар фикри таом ва хӯрок мебошад, дар ин ҳолат метавонад ки барои ҳамон рӯз ё ҳамон намоз хӯроки худро бихӯрад. аммо ин маънои онро надорад ки акнун мард дигар бепарвогӣ кунаду кӯшиш накунад ки пеш аз ҷамоат аллакай тайёрӣ бибинаду таоми худро бихӯраду тайёр шавад, омода шавад. ва ин маънои онро ҳам надорад ки агар камакак инсон гурсна бошад, тамом ба ҷамоат ҳозир нашавад. ва иродати сафарин. агар ирода ба сафар дошта бошад, бояд омодагӣ бигирад ва ғайра, дар ин ҳолат ҳам соқит мешавад. ва қиямиҳи бимарид. агар аз як бемор, як касе ки бемор бошад, агар нигоҳбинӣ кунад, метавонад ки бо ҳамин шахси бемор истад. ва шиддати риҳин лейлан. ва шадид будани шамол. хуб шиддати шамол дар шаб, на ин ки дар рӯз, чунки дар шаб агар шамоли сахт бошад, ин хатари бештар дорад. وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها. اگر شخصی، اگر نفری، اگر مردی بنابر یکی از این عذرها از جماعت غائب شود، انقطع یعنی قطع شود، یعنی که غیر حاضر شود، و كانت نیته حضورها لولا العذر، و نیتش چنین بود که حاضر میشد به جماعت اگر عذرش نمی بود، اگر عذر نمی داشت، یحصل له ثوابها، ثواب او بر او میرسد. خب سبحان الله. و این هم به دیگر عبادت ها هم مطابقت میکند. کسی که مثلا عادتی صدقه دادن هر روز
داشته باشد، تهجد خواندن هر روز داشته باشد، درس دادن یا حاضر شدن به درس علمی، اشتراک به حلقه های علمی اگر داشته باشد، این عادت ها را داشته باشد. اما یک روز عذر پیدا کند، بیمار شود، نتواند، اگر نیتش درست باشد ان شاء الله که یعنی دائم و ثواب همان عملش را حاصل کردن میگیرد، در حتی در روزهایی که نکند آن عمل را، چون که عذر او را باز داشت. فهمیدین؟ خب اکنون چی میکنیم؟ ادامه میدهیم به فصل دیگر. خب این فصل رو هم برای شما پیش کنم. میگوید که فصل فی الاحق بالامامه و ترتیب الصفوف. خیلی آسان هست. این فصل در مورد آن کسی که از همه سزاوارتر هست، از همه حقدارتر هست به امام بودن، با امامت کردن و این چنین ترتیب صفها. اذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالاعلم احق بالامامه. اگر در بین حاضرین، در بین مردمی که در همان نماز حاضر هستند، اگر صاحب خانه، صاحب منزل یعنی صاحب خانه نباشد و این چنین صاحب وظیفه نباشد، یعنی کسی که در همونجا حکم داشته باشد یا اینکه منزلت داشته باشد اگر نباشد، یا صاحب مقام نباشد، سلطان نباشد، پس در این حالت اولا کی می ایستد؟ پس از اینها فالاعلم، از همه عالمتر، از همه یعنی کسی که از قاعده ها و قانون های فقهی شریعت با خبر هست، مخصوصا فقه امامت، کسی که از همه زیادتر از فقه امامت و نماز آگاه هست، از همه عالمترین، سزاوارتر هست. ثم الاقرا، بعد کسی که بیشتر قرآن میداند، کسی که یعنی بهتر هست در قرائتش، یعنی از جهت هم حفظ قرآن، از جهت تلفظ، تجوید. ثم الاورع، سپس پرهیزگارترین، اورع. ثم الاسن، سپس کلانسالترین. ثم الاحسن خلقا، سپس از همه خوش اخلاقترین یا از همه با اخلاقترین. ثم الاحسن وجها، سپس کسی که از همه چهره زیباترین دارد. برای آنکه عموما یعنی علما این را میگویند که عموما کسی که چهرهش زیبا باشد، خودش زیبا باشد، این زیبایی باید که در درون هم داخل شود. اما البته اگر کسی زیبا باشد اما خیلی انسانی بد باشد یا انسانی بد گفتار و بد رفتار باشد، این را ما به نظر نمیگیریم. ثم الاشرف نسبا، سپس کسی که از همه شریفترین نسب داشته باشد. ثم الاحسن صوتا، سپس کسی که از همه خوش آوازترین باشد، بهترین آواز داشته باشد. ثم الانظف ثوبا، سپس کسی که از همه لباس پاکترین داشته باشد. خب در این البته در این تفصیلات خورد اختلاف هست. از همه این یک دو سه تا اولش بگویم که از همه دقیق ترین و عمیق ترین هست و بعد از این کدام کسی که از همه صفت های بهترین دارد، مقصد همین است که همان رو باید انتخاب کنیم. فإن استووا یقرأ، اگر همه برابر باشند باید قرعه اندازی کرده شود، قرعه اندازی. او الخيار الى القوم، یا اینکه انتخاب امام رو به دست قوم، به دست مردم میدهیم. و این اختلفوا فالعبرة بما اختاره الاکثر، اگر مردم اختلاف کنند ما عبره یعنی که ما انتخاب رو به آن کسی میدهیم که اکثر مردم، زیادی مردم انتخاب کنند. و این قدموا غیر الاولی فقد اساءوا، اگر مردم کسی که سزاوارترین نباشد او را تقدیم دهند، او را انتخاب کنند، پس کار ناشایسته انجام دادند، عملی بیجا یا ناجای را انجام دادند. و کریه، بعضی چیزهایی که مکروه می باشد. خب اولا در انتخاب امام و بعدا دیگر مکروهات میگوید
مکروه هست امامت العبد والاعمى، امامت کردن یعنی امام بودنی اولا عبد غلام یعنی برده، والاعمى شخصی کور، والاعرابی شخصی که بدوین باشد یعنی اهل دهات باشد. عموما اهل دهات یعنی مخصوصا در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که از دهه ها می آمدند آنها از علم از معرفت کمتر دور می بودند، چون که البته از مدرسه و مرکزهای علمی و غیره دور می بودند. اما اگر کسی اعرابی باشد، اما اعرابی باشد و از اهل دهه باشد اما علمش خوب باشد، عالم باشد یا قاری قرآن باشد، او را ما انتخاب میکنیم، یعنی صفت خوبش رو به نظر میگیریم. و ولد زنا الجاهلی و فرزندی زیناکار یعنی فرزندی زینایی که جاهل باشد. و الفاسقی و شخصی فاسق یعنی کسی که آشکارا گناهگار هست، گناه میکند. و المبتدعی کسی که مبتدع باشد، بدعت کار باشد. و خب تا اینجا چی شد؟ بعضی مثال های نفرهایی که صفت های بد دارند آنها رو همچون مثال پیش کرد که اینها رو ما باید انتخاب نکنیم. اینها رو انتخاب کردن مکروه هست، اما اگر انتخاب کنند و اینها نماز رو امامت کنند و نماز رو ادا کنند، نمازی همه البته که قبول می شود، این تنها کراهت دارد. و البته یعنی هر نفر بد و خوب نمی باشد. شما می دانید که هر یک نفر صفات های خوب و بد می داشته باشد. برای همین بعضی وقت می تواند یک شخصی مثلا کور باشد اما عالم باشد. در این حالت چی باید کرد؟ آیا عالمی در بین آنها هست که کور نیست؟ این گونه باید، یعنی هر یک گویم که نفر هر یک حالت به خود یک فتوا دارد یا یک جواب دارد. و تطویل الصلاة، از اینجا بعضی دیگر کراهت ها یا مکروهات را ذکر می کند. برای امام مکروه هست که نماز را دراز کند، یعنی این گونه یا چنین دراز کند که به مقتدیان سببی یعنی عذاب یا ناراحتی باشد. و جماعت العرات، و این چنین جماعت کردن کسانی که لباس نداشته باشند، عریان باشند، یعنی اشخاصی که عریان باشند آنها با هم دیگر جماعت کردنشون مکروه است. فکر کنید مثلا تصور کنید در زندان ها، در جنگ ها و غیره. و نسائی، و این چنین جماعتی زنها با هم دیگر جماعت کردن این هم مکروه حساب می شود طبق فقه حنفی. اگر انجام دهند یقف الامام وسطهن، اگر این گونه انجام دهند که زنها با هم دیگر جماعت کنند، باید امام زن یعنی که زنی که امام هست در مابین آنها ایستد، راستا ایستد، یعنی در صف اول در مابین آنها می ایستد، پیش نمی رود. و مانند عریان ها، یعنی شخصان عریان اگر جماعت قایم کنند گرچه که مکروه هست، امام از همه پیش نمی ایستد از سببی آشکار بودنی عورتش. و یقف الواحد عن یمین الامام، اگر با امام یک نفر نماز گذراند باید که از طرفی راستش ایستد. اگر از یک نفر زیاد شود والاکثر خلفه، مردمی زیاد باید از قفایش ایستند. و یصف رجال، و از جهت ترتیب صفها اول از پس امام مردها می ایستند و بعدا الصبیان و کودکان یعنی کودکانی که پسر باشند، بچه‌های خرد، پسرکای خرد. ثم الخناثه، سپس خنثا یا مبهم ها گفته می شود. به زبان روسی اینها رو هم گرمافرودیت به مانند انگلیسی هرمافرودیت گفته می شود. کسانی که از وقت تولد نه زن هستند نه مرد هستند، بلکه یا هر دویش هستند یا کمی به یک طرف میل دارند، اما یعنی شخصی رو گفته می شود که نشانه های جنسی هم مردانه و زنانه دارد، همزمان هر دویشون رو دارد. بعضی ها به یک طرف میل می کنند اما بعضی ها یعنی در همون مابین می ایستند. از جهت جنسی آنها چی هست؟ پس اگر این گونه نفر باشد باید که پس از کودکان ایستد در صف خودش و بعدا زنها. خب انشاءالله 48 دقیقه شده است، در همینجا وقفه کنیم یا من میتوانم نیم صحیفه دیگر رو گذارم و بعدا آسان می شود به درس دیگر. اما اگر در همینجا خواهید من وقفه میکنم.
خب انشاءالله در همینجا وقفه میکنیم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. در امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.